عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما برقراری ارتباط مثبت و مؤثر با شاگردان. یکی از مهارت‌هایی که هر استاد برای مدیریت صنف نیازمند آن است، مهارت برقراری ارتباط مثبت و مؤثر با شاگرد می باشد. برای برقراری ارتباط مثبت و مؤثر با شاگرد، استاد باید تلاش کند شاگرد خود را از جوانب مختلف بشناسد، چون جنبه‌های روانی، جسمانی، اجتماعی و اقتصادی. زیرا برقراری چنین ارتباط موجب شناخت خوب از شاگرد می شود. شناخت شاگرد برای استاد به خاطر آموزش، برقراری رابطه سالم و مدیریت صنف مفید واقع می شود. شناخت شاگرد در یک روز یا 2 روز یا 1 هفته ممکن برای استاد میسر نباشد. استاد گرامی باید در طول سال تعلیمی تلاش ورزد تا این شناخت را به دست آورد، تا از این طریق بتواند مشکلات یادگیری و رفتاری شاگرد را که متأثر از عوامل ذکر شده اند کاهش دهد. همچنان شناخت شاگرد باعث آگاهی از نیاز و توانایی‌های ذهنی وی گردیده و با استاد کمک می‌کند تا اهداف درسی خویش را مطابق به نیاز و توانایی شاگرد مشخص نماید. به طور مثال، هرگاه شاگرد ضعیف‌تر است، باید تمرین و یا کار متفاوت‌تر برایش در نظر گرفت. یا شاگرد خیلی زودتر یاد می‌گیرد، باید تمرین متفاوت برایش مد نظر گرفت تا بتوانیم با آن فعالیت وقت آنها را پر نموده و هم یادگیری را پیشرفت داد. بنابراین ایجاد برقراری رابطه با شاگرد را میتوان یکی از مهمترین عوامل در تدریس دانست که باید فعالیت‌های ذهنی و توانایی‌های آنها را شناخته تا به تناسب نیازها و استعدادهای شاگردان برنامه‌های متناسب انتخاب و در قالب فعالیت‌های درسی گنجانیده شوند. دوستای عزیز، این بود نکات چند در مورد برقراری ارتباط مثبت و مؤثر با شاگردان و اینکه استادان گرامی باید شاگردان خود را از جوانب مختلف بشناسند تا بتوانند مدیریت خوب بالای صنف داشته باشند و شاگردان در فضای صمیمی با آموزش خود ادامه دهند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.